بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید دوستان به حلقه 14 به کتاب شرح مختصر اصول الاعتقاد اهل السنه والجماعه که امام لالکائی حدیث آوردن که حدیث در بخاری مسلم است که باید مسلمان گوش فرا بدهد و در حیاتش تطبیق کند. معامله کردن با شخص هایی که خرافاتی هستند و با بدعت شرک آمیخته شدند و دست بردار از او نیستند. هر جایی که رفتن این خرافات و این شرک کفرشان رو انجام می دهند و دعوت می کنند. باید ما مسلمانان چگونه با آنها معامله بکنیم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم المدینة یعنی حرام ما بین العیر الى ثور. پیامبر صلی الله علیه و سلم مدینه منوره رو بلد حرام قرار دادند. یعنی بین العیر و الثور دو کوهی است که بین دو کوه یعنی پیامبر حرام قرار دادند. در آنجا یگان شخص رو به قتل رسانده نمی شود و پرنده های آنجا رو نمی کشید و درخت های آنها رو شاخهش رو نمی شکنید. همچنان ظلم و ستم نمی شود. پیامبر گفتند که ابراهیم مکه را حرام قرار داد، من مدینه را حرام قرار می دهم. بنابر همین پیامبر گفتند فمن احدث فیها محدثا، هر کسی که در مدینه خرافات و کفر و شرکش را در اونجا انجام داد، او آوى فیه، او شخصای خرافاتی و بدعتکار را به اونجا جای داد و تا که تبلیغ بدعت کنند، کسی که چون جا داد، پیامبر گفتند فعلیه لعنت الله، پس برای او لعنت الله بر او بود و لعنت ملائکه ها و لعنت تمام مردم. بنابر همین شخصایی که خرافاتی و بدعتچی اند، آنها چند مرحله دارند. مرحله یکی از نمودهای است که بدعت رو انجام میدهند خودشان و دیگرها رو تبلیغ نمی کنند، و یک مرحله دیگری است که آنها بدعت رو انجام میدهند، خرافات رو انجام میدهند و دیگرها رو دعوت میکنند که آنها خطرشان از اول بیشتر می باشد. بدعت و خرافات چی است؟ بر شما میگویم که تو که به لعنت الله و لعنت ملائکه ها و مردم گرفتار نشویم. بدعت آن چیزی که اصلش در دین، یعنی قرآن و سنت با صحابه ها وجود ندارد، او رو به دین نسبت داده می شود. الله ما رو امر کرده است که ما الله رو دعا بکنیم و از الله طلب بکنیم، طلب فرزند. و یک شخص به نزد قبر می رود و از قبر فرزند طلب میکند. این بدعتی کفر می باشد، شرک می باشد، توسل می باشد که این بدعت که لعنتی صاحبش رو، شخصی که چنان شخص رو به مدینه جای می دهد و برای بدعتش تبلیغ شود، به لعنت ملائکه و به لعنت الله گرفتار می شود. مثلا امروز بدعت ها بسیار هستند که دین را رخنه کرده است. بزرگترین گناه این شرک می باشد. پس از این شرک این بدعت می باشد. مثلا بدعت زیرا دین رو رخنه می کند. سوم گناه کبیره، چهارم غفلت می باشد. بنابراین پیامبر گفتند که به مدینه شخصایی که خرافات خودشان رو، بدعت خودشان رو تایید میکنند یا نشر میکنند، به آنها جای ندهید. یا که یک شخصی رو به قتل رساند و به مدینه پناه برد، شخصی که شخصی رو به قتل رسانده است، قاتل رو با پناه ندهید، زیرا
کسی که قاتل رو در مدینه پناه دهد جای داد، پس فعلیه لعنت الله، پس لعنت الله بر او باد، زیرا قاتل باید از قاتل ولی های مقتول قصاص بگیرند. الله پیامبر میگن لا یقبل الله منه یوم القیامه، شخصی که انسان های خرافاتی مبتدی رو به مدینه جای میدهد، الله در روز قیامت عمل های او رو قبول نمی کند و حالا خود بدعتی حالش چگونه می باشد. لا یقبل الله منه یوم القیامه صرفا، یعنی نمازهای فریضه‌اش رو، ولا عدلا، و اینچنین کارهای عملهای نافله ثوابش رو قبول نمی کند. پیامبر گفتند من احدث فی امرنا ما لیس فیه فهو رد، هر کسی که در دین ما نوآوری عبادت ها رو می بیارد، مثل بت پرستی و دیگر چیزها رو آمیخته می کند و مقبره های بزرگ می پوشد، در اونجا قبر رو می گذارد و رفته دعا بکنید، میگوید در گردی اطراف این مقبره ها دور زنید، این انسان های صالح از آنها طلب بکنید، مردگان طلب بکنید، میگوید این نوآوری می باشد. بنابر همین برای اینکه ما از بدعت و خرافات ها نجات یابیم، باید هر کاری که میکنیم از طالب علم ها پرسیم که آیا این دلیلش وجود دارد، از قرآن دلیل دارد، صحابگان و علماهای ربانی چی گفتند در این موضوع. اگر ما چنان کردیم نجات میابیم. اما فلان داملو اینت گفت، فلان عالم این طور گفت، فلان طالب این طور گفت، در این وقت نجات نمیابیم. از طالب علم ها دلیل عمل هایی که میکنیم او رو بپرسیم، پس نجات از آن ما می باشد. پیامبر گفتند هر کسی که در دین اما عبادت های نوآوری رو انجام میدهد، اگر ما امر نکرده باشیم او رد است، یعنی او قابل قبول نیست. بنابر همین شیطان کوشش میکند که بر انسان بر دلهایش وسوسه افکند و سؤالهای را بیارد. پیامبر میگن لا یزال الناس یتساءلون، مردم میپرسند، سؤالها رو بعض شیطان میبیارد. حتی یقول هذا الله خالق کل شیء، بگن که الله همه این آسمان و زمین را آفریده است. فمن خلق الله را که خلق کرده است، میگویند. همچون سوال میبرن که اگر مادامی که این آسمان دنیا رو الله آفریده است، الله رو کی آفریده است؟ این یکی از سوال هایی که انسان رو به کفر میکشاند. اگر چقر رفت و پیامبر میگن فاذا وجد احدکم ذلك، پیامبر جوابش رو میگن اگر چنان سوال های وسوسه آمیز که جوابش به عقل ما جای نمیشود، ما پیامبر گفتن شما بگو آمنت بالله، در این وقت ایمان آوردم به الله، گوید جوابش وسوسه های شیطان از شما دور می شود. شیطان دوستانش رو چون وسوسه می کند که میگوید که برای چه خود مرده رو خوردن ممکن نیست؟ الله خود جان او را گرفته است، شما به دست خود میکشید، حلال است میگوید. آیا خود مرده حلال نیست؟ خودش الله جانش رو گرفته است، او رو الله کشته است. برای چی الله کشته را شما حرام میگوید؟ شما خودتون حلال به ذبح کرده رو حلال میگوید. همچنان سوال هایی که انسان رو به تشویش و خرافات و دیگر مردم رو پراکندگی میکشاند، این از طرف شیطان میباشد. شیطان دوستانش انس و جن می باشد. پیامبر گفتند لتستفتن حتی یقول احدکم هذا الله خلق الخالق فمن خلقه. مردم فتوا میپرسن، سوال میکنن تا روز قیامت رو، میگن که الله این رو خلق کرده است، پس الله رو که خلق کرده. شما در این وقت نجات شما این است که شما بگویید که آمنت بالله ثم ایمان آوردن به الله. جواب این سوال ها همین است. پیامبر بهترین راهنما می باشند. عبدالله ابن مسعود میگویند که
شما از خرافات ها بیدت ها کناره بجویید، زیرا دین یک باره از دل کناره نمیشه، محو نمیشود. شیطان یگان رخنه با خرافات و بدعت دین رو رخنه می کند، شما رو آهسته آهسته از ایمان خارج می کند. یوشک ان یدع الناس ما الزمهم، نزدیک است که مردم آنچه که الله فرض کرده است ترک کنند از نماز و روزه و حلال و حرام و درباره الله سوال بکنند. الله چگونه است، این طور است، این طور است. مجسمه ها و انسان های معطله میگن که و همین شخص ها برآمدند و به گمراهی خودشان را کشاندند. پیامبر گفتند که وقتی که درباره الله همچنان سوال های بیشتر و به خرافات رفتند و بحث و مناظره کردند، عبدالله ابن مسعود گفتند پس شما بگیرید. پرسیده شد که ای ابا عبدالرحمن، ای عبدالله ابن مسعود، پرسیدند که به کجا بگیریزیم در این حالت؟ پیامبر گفتند شما به قلبتون دینتون گریزید و شخصایی که چنان درباره الله خصومت ها میکنند و معطله و مرجعه و دیگر مجسمه ها پیدا میشوند که فلسفه چی ها پیدا میشوند، شما با آنها ننشینید. اگر نشستید شما آمیخته و آلوده میشوید. گاهی می شود که انسان های خرافاتی و شرک و کفر و فلسفه چی ها رو ترک می کند و نجات می یابد، و اگر نه دینش در خطر می باشد. این بود شرح مختصر این حدیث ها. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.